سلام. میخوام یه رازی رو بهتون بگم که تا الان هیچ کس بهتون نگفته. ما یه آزمایش میخوایم انجام بدیم. اینجا یه آب تصفیه داریم که سمت راسته و یه آب شهر داریم که سمت چپه. اینو با یه دستگاه الکترولایزر که مقدار آلودگی آب رو نشون میده میخوایم بهتون نشون بدیم. اینو داخل آبها میذاریم، روشن میکنیم. بر اثر این فعل و انفعالاتی که این الکترولایزر انجام میده مقدار آلودگی آب شهر رو نشون میده که چقدر آلودگی آب و املاحش بالا هستش. این آب رنگش کاملا برگشت و حالت کپک زدگی داره ایجاد میکنه، ولی این آب همونجوری به اون صورت صاف و طبیعی باقی مونده. این املاح